سلام بچه ها، با یکی دیگه از ویدیوهای پلتفرم آنلاین تکنومنتور در خدمتتون هستم و ادامه بحث تحلیل الگوهای پرتکرار. خب ما در مورد الگوهای پرتکرار صحبت کردیم، اینکه الگوهای پرتکرار چی بودن، مجموعه هایی بودن که بهشون میگفتیم کی آیتم ست، یعنی مجموعه دارای کی تا آیتم یا قلم کالا بودن که ما خیلی فراوان در یک مجموعه داده تراکنشی مشاهدهشون میکنیم و به دنبال این بودیم که این آیتم‌های پرتکرار، آیتم‌هایی که توأماً پرتکرار هستن رو پیدا بکنیم. در مورد این صحبت کردیم که چه کاربردی داره، که گفتیم که از کاربردش در کسب و کارهای. در مورد ساپورت کانفیدنس صحبت کردیم و گفتیم که یه معیاری به اسم لیفت هم اینجا به کمک ساپورت کانفیدنس میاد و من قرار بود که این مثالی بزنم که چرا ساپورت کانفیدنس فقط کافی نیستن برای اینکه ما بخوایم الگوی خوب رو پیدا کنیم و از معیار لیفت هم باید استفاده بکنیم. مثالی که اینجا داریم خلاصه شده یک مجموعه داده تراکنشی بچه‌ها. اینجا ما تراکنش‌ها رو نمی‌بینیم، بلکه یه جدول فراوانی داریم می‌بینیم، مثل جدول احتمال توأم. احتمالاً شما توی بخش ریاضی دیده باشید. ببینید اینجا ما یه جمعیتی داریم که دو تا ویژگی ازش رو می‌خوایم بررسی بکنیم، که بسکتبال بازی می‌کنن یا نه، بازیکن بسکتبالن یا نه، و اینکه صبحانه چی می‌خورن، از اون موسلی یا غلات صبحانه می‌خورن یا نمیخوره. خب توی اون دیتاست تراکنشی من اومدم بررسی کردم اونایی که غلات صبحونه میخورن و بسکتبال هم بازی میکنن 400 نفرن، اونایی که غلات صبحونه میخورن به عنوان صبحونه و بسکتبال بازی نمیکنن 350 نفرن. یعنی ما 350 تا تراکنش داریم یا به اصطلاح مشاهده داریم که در اون افراد غلات صبحونه میخورن و بسکتبال بازی نمیکنن. از طرف دیگه اونایی که غلات صبحونه نمیخورن به عنوان صبحونه و بسکتبال بازی میکنن 200 نفرن و اونایی که در هر دو گزینه منفی هستن 50 نفرن. خب اگه من این قانون اول رو در نظر بگیرم، اونایی که بسکتبال بازی میکنن غلات صبحونه میخورن، ساپورت کانفیدنسش میشه 40% و 66% که هر دو عدد بالاییه. فرض کنید اگه مثلا ترشولد 30% بود. و قانون دوم اینه که کسایی که بسکتبال بازی نمیکنن غلات صبحونه میخورن به عنوان صبحونه، که اینم هر دو ساپورت کانفیدنسش بالای 30%. ببینید انگار یه کمی از ساپورت کم شده و به کانفیدنس اضافه شده. خب این دوتا قانون چه مشکلی داره؟ مشکلش اینه که با هم دیگه در تضاده. یعنی اولی داره میگه اونایی که بسکتبال بازی میکنن غلات صبحونه رو انتخاب میکنن برای صبحونه. قانون دوم داره میگه اونایی که بسکتبال بازی نمیکنن غلات صبحونه رو انتخاب میکنن. برای همینه که ما در کنار ساپورت کانفیدنس معیارهای دیگه ای هم داریم که یکیشون لیفت، البته باز غیر از لیفت هم معیارهای دیگه ای داریم. خب به اینجا رسیدیم که تعداد مجموعه هایی که قراره ما بشماریم توی اون دیتابیس تراکنشیمون خیلی زیاده. تعداد مجموعه که قراره تشکیل بدیم و حالا آیتماشو بشماریم. مثلا تو همین مثال نگاه بکنید که تو این مثال خیلی ساده‌مون نگاه بکنیم، من تک آیتم ست ها میشن مثلا آیتم ست تکیه دلستر، آیتم ست تکیه آجیل، آیتم ست تکیه پوشک، قهوه و به همین شکل برای خودتون میتونید تشکیل بدید. آیتم های دوتاییمون میشه مثلا دلستر و آجیل، یه بار دلستر و پوشک، یه بار دلستر و قهوه، یه بار دلستر و تخم مرغ، دلستر با همه اونا. بعد مثلا آجیل با حالا دلستر که قبلا گفتیم پس نیازی نیست، آجیل با پوشک، آجیل با قهوه، آجیل با تخم مرغ، آجیل با شیر و به همین ترتیب. پس تمام این آیتم ست ها رو اگه بخوایم در نظر بگیریم و بشمریم خیلی زیاد میشن. پس ما از این راهی که همه رو تشکیل بدیم و بعد فراوانش رو بشمریم نمیتونیم استفاده بکنیم. یک الگوریتم خیلی معروفی که برای حل این مسئله به وجود اومد، الگوریتم هست به نام اپریوری که یه قانون داره. اپریوری از یه قانون استفاده میکنه یا به اصطلاح از یه مشاهده استفاده میکنه. این قانون چیه؟ اگه که ما یه آیتمی داشته باشیم که آیتم تکی داشته باشیم که پرتکرار نباشه، حتما آیتم های پرتکرار دوتاییمون شامل این آیتم نیستن. درسته؟ خیلی واضحه. اگه مثلا من تو این مثال جدولی که دیدیم، باز برگردم عقب، مثلا اینجا یه چیزی پیدا کنیم که تکرارش کمه، شاید مثلا
اینجا البته هیچ آیتمی رو نداریم که یه بار دیده باشیم، ولی فرض کنید که یه دونه آیتم مثلا روغن سرخ کردن اینجا داشته باشیم و مینیمم ساپورتمون 2 باشه. خب روغن سرخ کردنی به عنوان تک آیتم ست گزارش نمیشه، چون مینیمم ساپورت رو رعایت نمیکنه، یعنی 2 بار نیومده. ولی مثلا دلستر، پوشک، قهوه، تخم مرغ و شیر همه این شرط 2 رو ساتیسفای میکنه، ارضا میکنه. خب حالا که اون روغن سرخ کردنی یه بار اومده، ما برای اینکه آیتم ست های 2 تایی رو تشکیل بدیم هیچ وقت دیگه از روغن سرخ کردنی استفاده نمی‌کنیم. یعنی هیچ وقت نمیایم روغن سرخ کردنی و آجیل رو تو دیتا ستمون بشماریم، چون روغن سرخ کردنی به تنهایی خودش یه بار اومده. چطور میتونه در کنار یه آیتم دیگه یه 2 آیتم ستی رو تشکیل بده که بیشتر از یه بار اومده باشه؟ خب نمیتونه دیگه، درسته؟ پس اپریاری رول به ما میگه هر زیر مجموعه ای از یک کی آیتم ست فریکوئنت خودش هم باید فریکوئنت باشه. یعنی آیتم ست مثلا روغن سرخ کردنی و آجیل به شرطی فریکوئنته که همه زیر مجموعه هاش فریکوئنت باشن، درسته؟ خب از این قانون استفاده میشه برای اینکه ما بیایم و یه الگوریتمی رو طراحی کنیم. در واقع الگوریتمی که طراحی شده به اسم اپریاری. در این الگوریتم ما مینیمم ساپورت رو در نظر میگیریم و بعد همه تک آیتم ست هامون رو میشماریم. ببینید پس نیومدیم همه زیر مجموعه های A, B, C, D, E رو تشکیل بدیم. تمام اقلاممون، تمام جنس هایی که اینجا فروخته شده تو این فروشگاه شامل A, B, C, D, E هستش. حالا کاری که میکنیم اول آیتم ست های تکی رو میشماریم. آیتم ست های تکی رو که بشماریم، مثلا آیتم ست A 2 بار اومده، B 3 بار اومده، C 3 بار اومده، D 1 بار اومده و E 3 بار اومده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما میبینیم که D که یا تک آیتم ست هستش، آیتم ست تکی هست، وان آیتم ست هستش، یه بار اومده، یعنی مینیمم ساپورت 2 رو رعایت نمیکنه. خب پس D نمیتونه در هیچ 2 آیتم ست یا مجموعه 2 تایی باشه که فریکوئنته، چون خودش یه بار اومده دیگه. تو هر 2 تایی بیاد اون 2 تایی هم مجبور یه بار اومده باشه، چون فقط ما یه دونه دی دیدیم اینجا. پس بعد از اینکه آیتم ست های تکی رو شمرد، میاد فریکوئنتاشو جدا میکنه. یعنی اونی که فریکوئنت نیست یعنی چی؟ با توجه به مینیمم ساپورت فریکوئنت نیست. پس اونی که فریکوئنت نیست رو در واقع جدا میکنه و دور میریزه و اون فریکوئنت ها رو نگه میداره. حالا ما آیتم ست های تک عضوی فریکوئنتمون رو داریم. چجوری 2 عضوی فریکوئنتمون رو بشماریم؟ از روی اینها فقط میاد زیر مجموعه 2 عضوی کل آیتم رو تشکیل میده. قبلا میگفتیم زیر مجموعه 2 عضوی چی هن؟ A, C, A, D, A, B, A, E, A با همه، C با همه اینا 2 عضوی هن دیگه. ولی این دفعه میگه چون D خودش فریکوئنت نیست، برای تشکیل 2 عضوی از D استفاده نکن. پس میشه A, B, A, C, A, E, B, C, B, E و C. درسته؟ اینا میشن آیتم ست های 2 عضوی ما که میتونیم حالا بریم تو کل دیتا ستمون بشماریم ببینیم آیا اینا فریکوئنت هستن یا نه. به این بچه ها ما میگیم کاندیدیت تو آیتم ست یا مجموع اقلام 2 تایی کاندیدا. اینا کاندیدا هستن که فریکوئنت باشن. تازه حالا اینا هم ممکنه فریکوئنت نباشن. حالا که ما کاندیداها رو تشکیل دادیم، میریم واقعا میشماریم ببینیم از این کاندیداها کدومشون فریکوئنت هستن. یعنی چی فریکوئنتن؟ یعنی مینیمم ساپورتشون 2. خب کافیه بریم اینا رو تو دیتا ستمون بشماریم. مثلا A, B اینجا که نداریم، A و B کنار هم اینجا نداریم، اینجا داریم، پس اینجا نداریم، پس فراوانیش 1. AC میبینیم 2 فراوانیش تو سطر ترانزکشن آیدی 10 و 30 مشاهده شده. AE اینجا نمیبینیم، فقط تو رکورد با آیدی 30 مشاهده شده. اینم 1 و بقیه هم به همین ترتیب میتونیم بشمارید که میبینیم تعدادش اینجا گزارش شده. خب پس این 2 تا دوباره حذف میشن به عنوان آیتم ست های 2 تایی واقعی. اینا کاندیداها بودن ولی همشون واقعی نبودن. از رو تک آیتم ست ها فکر میکردیم که محتمله اینا 2 تایی فریکوئنت باشن، ولی از اونا واقعا یه تعدادشون فریکوئنته. AC, BC, BE و C.
خب حالا چی کار میکنیم؟ از اینا باید استفاده بکنیم برای اینکه candidate tree item set رو پیدا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اینا کدوم آیتم ستایی هستن که ستایی هستن و میتونن که frequent باشه. خب ما چی گفتیم؟ گفتیم آیتم ست frequent ستایی ما باید زیر مجموعه های دوتاییش frequent باشن. همه زیر مجموعه های دوتاییش frequent باشه. پس ما فقط میتونیم مجموعه ستایی رو برداریم که همه زیر مجموعه های دوتاییش frequent باشن. مثلا اینجا آیا ما میتونیم ABC رو برداریم؟ AC رو داریم، BC هم داریم. آیا میتونیم ACE رو به عنوان یه آیتم ست کاندیدای ستایی برداریم؟ ABC. ببینید AC وجود داره اینجا frequent، BC هم وجود داره، ولی AB توی ABC یه زیر مجموعهش A و B هست دیگه. AB frequent نیست. پس من ABC رو نمیتونم اینجا به عنوان ستایی تشکیل بدم و حالا بعدم برم بشمرمش. خب BC، BE و CE اینا تشکیل مجموعه BCE رو میدن که همینطور که میبینین همه زیر مجموعه دوتاییش frequent، هم BC هم BE و هم CE. پس تنها چیزی که میمونه از آیتمای ستایی محتمل BCE. الان چی کار لازم میکنیم؟ بریم BCE رو واقعا تو دیتا ستمون بشماریم ببینیم frequent هست یا نه. که اینجا میبینیم BCE یه بار تو رکورد با transaction ID 20 مشاهده شده، یه بارم توی transaction ID 30. پس فراوانی این دوه و خودش به عنوان یه frequent item set شناسایی میشه و الگوریتم کارش تموم میشه. خب این اپریوری چی کار میکنه؟ بذارید ایراداشم ببینیم. ببینید میاد تعداد زیر مجموعه که لازمه ما تشکیل بدیم برای اینکه آیتم ست های فریکوئنت رو بشماریم رو کم میکنه. یعنی ما دیگه نیومدیم 2 به توان 5 تا زیر مجموعه رو تشکیل بدیم، بلکه تعداد کمتری تشکیل دادیم. چرا؟ چون اینجاها یه مراحلی میبینیم که تعداد زیر مجموعه رو هرس کردیم، ازشون زدیم. مثلا اینجا زیر مجموعه دو تایی که شامل دی میشه رو دیگه تشکیل ندادیم. اینجا زیر مجموعه های ستایی که شامل این دوتا هستن رو دیگه تشکیل ندادیم. خب یه مشکلی که اینجا داره این الگوریتم اینه. ببینید بچه اینجا نوشته اولین اسکن، دومین اسکن، سومین اسکن. دیتا ستای ما معمولا خیلی بزرگه و توی رم جا نمیشن. خب وقتی که ما قراره الگوریتم رو ران کنیم، اون دیتا ست ما باید از هارد خونده بشه توی رم و بعد بتونیم باش کار بکنیم. چون معمولا کل دیتا ست ما توی رم ممکنه جا نشه، البته با رم های امروزی جا میشه دیگه احتمالا خیلی از دیتا ست ها، ولی خلاف با یه کامپیوتر شخصی در نظر بگیرید و یه دیتا ست بزرگ ممکنه بازم همچنان چالش باشه. ولی اگه دیتای ما توی رم جا نشه، الگوریتم ما هر سری برای اینکه بره فریکوئنت آیتم ست رو بشموره باید بره دیتا ست رو تیکه تیکه بخونه بریزه توی رم. چون مثلا فرض کنین رم من مثلا 8 گیگه ولی دیتا ستم 30 گیگه، پس مجبورم که حالا فرض کنین از اون 8 گیگم همش در اختیار من نیست که بخوام دیتامو بارگذاری کنم، پس مجبورم تیکه تیکه دیتامو بارگذاری کنم توی برنامه. خب اتفاقی که میفته اینه که من هر سری باید برم دسترسی داشته باشم به هاردم. یه بار کل دیتا ست رو نمیتونم بیارم، پس تیکه تیکه میکنم برای اینکه وان آیتم ست رو بخونم. پس مثلا فرض کن دیتا ستم 4 تیکه میکنم، تیکه اول، تیکه دوم، تیکه سوم، تیکه چهارم یا حالا بیشتر با توجه به عددهایی که گفتم. اینو میخونم، وان آیتم ست رو میشمرم و تموم میشه میره. حالا برای اینکه دو آیتم ست رو تشکیل بدم دوباره مجبورم برم کل اون دیتا ست رو تیکه تیکه هی بیارم تو رم، تیکه اولش رو بیارم به عدد ساپورت اینا رو آپدیت کنم، تیکه دومش رو بیارم دوباره آپدیت کنم، تیکه سومش رو بیارم دوباره آپدیت کنم. خب حالا بعد برمیگردم اینجا دوباره شمارش دارم، دوباره بعد دیتا ست رو از اول توی رم بیارم تیکه تیکه و این عددها رو آپدیت کنم. به اصطلاح مشکل این الگوریتم اینه که تعداد اسکن های زیادی از دیتابیس نیازه که انجام بده. مرتب نیازه بر دیتابیس رو از اول بخونه و اگه دیتابیس من توی رم جا نشه دیگه این فاجعه میشه. خب پس مرتب ما نیاز داریم که بریم دیتا ست رو اسکن کنیم از اول بخونیم. حالا اگه تو رم جا بشه هم باز باید بریم بارها و بارها اون دیتا ست شاید چند صد هزار ترانزکشن یا چند میلیون ترانزکشن رو بخونیم. پس این مسئله واقعا وقت گیره.
خوندن تک تک اون سطرهای اون دیتابیس. خب حالا به خاطر همین مسئله الگوریتم دیگه‌ای هم وجود داره برای پیدا کردن frequent item set که اینجا فعلا بهش اشاره نمی‌کنیم. خب بریم وارد قسمت عملی بشیم. مثل قبل ما در گوگل کلاب یه دیتایی رو داریم. خب بخاطر اینکه وقت گرفته نشه این کد به صورت آماده اینجا هست. خب اول بریم دیتا ست رو با هم دیگه ببینیم. این فایل هم در اختیارتون قرار داده میشه. ببینید دیتا ست به صورت ترانزکشنال، همین چیزی که قبلا گفتم. دیتا ست ما برای ورودی حالا این الگوریتم خاصی که داریم میدیم به صورت ترانزکشنال باید باشه. ببینید که تراکنش های ما این فرض کنید خرید از یه فروشگاهی توی یه منطقه توریستی توی فرانسه است، حالا به دلیل آیتم های خاصی که توش وجود داره. و اگه نگاه بکنید میبینید مثلا در قسمت اول میگو، بادوم، آووکادو و چیزهای دیگه خریداری شده. تو قسمت تراکنش دوم یا مشتری دوم خرید که کرده شامل این آیتم هاست. همینجوری هرچی بریم جلوتر میبینیم که آیتم های مختلفی در سبد خرید آدم ها وجود داره. مثلا این یه سبد خرید ببینید شامل اسپاگتی، شامپین و کوکیز هستش. خب پس این دیتا ست تراکنشی هم ترانزکشنال ما و اگه ببینید تعداد سطر روش هم میتونیم اینجا ببینیم 7501 تا تراکنش داره. خب ببینیم برخلاف دیتا ست های قبلی که ما داشتیم و اینجا یه ستون در واقع یه سطر اول هدر ستون ها بود، ما اینجا همچین چیزی رو نداریم چون دیتا سیستم تراکنشیه دیگه. اون ساختارمندی داده های حالت ریلیشنال دیتابیس ها رو نداره. خب مثل قبل ما یک نوتبوکی داریم. بچه دیتا رو میتونیم همینجا آپلود بکنیم. این کار رو قبلا تو مثال قبلیمون کردیم. اینجا از یک کتابخونه استفاده میکنیم که قبلا استفاده نکردیم به خاطر اینکه این الگوریتم توی سایکیت لرن وجود نداشت و حالا میریم سراغ اینستال کردن این کتابخونه. ببینید توی گوگل کلاب اگه بخوایم این کتابخونه رو اینستال کنیم یه علامت تعجب و بعد دستور اینستال اون لایبرری رو میزنیم. این علامت تعجبه یعنی انگاری که من دارم این دستور رو توی شل اون سیستمی که حالا دارم ازش استفاده میکنم در اون فضای ابری از اون سرویس استفاده میکنم، انگار دارم توی شلش کد میزنم. پس میتونم اینجا ران کنم و این هم میبینید که شروع میکنه این کتابخونه رو دانلود کردم و نصب کردم. خب در مرحله بعد ما همینطور مثل قبل نامپای رو ایمپورت میکنیم، از متپلاتلیب ایمپورت میکنیم و پانداز رو ایمپورت میکنیم برای خوندن دیتا ست. خب در مرحله پس اینم ران میکنیم. در مرحله پری پروسسینگ ما اول کافیه اون دیتا ستمون رو بخونیم که مثل قبل دوباره از پانداز تابع رید CSV استفاده میکنیم. اسم فایلمون میدیم و میخونیم. منتها اینجا حواسمون هست که سطر اولمون دیگه هدر نیست، پس میزنیم هدر مساوی با نان. خب یک لیستی رو به عنوان ترانزکشنز، یه لیست خالی تعریف میکنیم و دونه دونه اقلامی که توی این دیتا ست هست رو توی اون فایل CSV هست رو اضافه میکنیم به این لیست ترانزکشنز. پس به تعداد تمام سطرها از 0 تا 7501. اینجا دیگه میدونید چرا این عدد 7501 هست، درسته؟ اینجا شما میدونید اینو و ما به لیست ترانزکشن همون چیکار میکنیم؟ اون مقدار اون سلول رو اضافه میکنیم. خب اینم ران میکنیم. خب بعد از اون کتابخونه که نصب کردیم به اسم اپیاری رو
ایمپورت میکنیم. یا فکر کنم بالا ایمپورتش کردیم، نه اونجا ایمپورت نکردیم. از این کتابخونه فقط تاب اپریوری رو ایمپورت میکنیم. خب فرق نمیکنه، ما میتونستیم کل کتابخونه رو ایمپورت کنیم. خب یه تابه داره به اسم اپریوری. این اپریوری تمام ترانزکشن ها رو میگیره. پس ترانزکشنز پارامتر اول مساوی با اون ترانزکشن که ما به صورت لیست بهش میدیم. مینیمم ساپورت و مینیمم کانفیدنس رو تعریف میکنیم. الان میگیم که اینا رو چجوری تعریف میکنیم. و مینیمم لیفت رو و حتی مینیمم ساپورت و کانفیدنس رو بچه‌ها میتونید با یک کمی بازی کردن با دیتا به دست بیارید. یعنی مثلا شما وقتی تو مثال واقعی میبینید شاید خیلی به یه عدد دقیقی نرسید که تعداد دلخواهی قانون بهتون بده، یا نهایتا یه تعداد بیشتری قانون به دست میارید ولی مثلا 20 تا اول رو به کارفرماتون گزارش میدید. خب پس مینیمم ساپورت و مینیمم کانفیدنس رو تعیین میکنیم، مینیمم لیفت. و این پارامتر مینیمم لنس به ما نشون میده که از ما میپرسه که قوانینی که میخوای گزارش کنم در خروجی سایزشون چقدر باشه. ما اینجا وقتی میگه مینیمم لنت 2 و ماکسیمم لنت 2 یعنی قوانین به طول 2 اگر x آنگاه y. خب پس میتونیم اینو متغیر بدیم. شما میتونید واسه خودتون تست کنید و ببینید که به چه شکل تعداد قوانین تغییر میکنه. خب ببینید اینجا مینیمم ساپورت ما 3000. این عدد اینجا چجوری میتونه ست بشه؟ ما فرض کنید که داده های تراکنشی که داشتیم مربوط به مثلا 1 هفته است و حالا میخوایم که اقلامی که مشاهده میکنیم تو 3 روز اون 1 هفته حداقل مشاهده شده باشن. من میتونم این عدد رو به این شکل تعیین بکنم. درسته؟ پس در واقع عددی که من باید داشته باشم چیه؟ اینکه من در چند روز مثلا این مشاهده رو میخوام داشته باشم. در چند روز اگه مشاهده کرده باشم برای من کافیه. پس به این ترتیب میتونیم این عدد رو ست کنیم که البته ما اینجا یه تکلیف کوچولو هم براتون داریم. در مورد این کد کلا یه تکلیف کوچولو داریم. برای من بیشتر توضیحاتی نمیدم. خب قوانین استخراج میشن با همین پارامترهایی که گفتیم و ما میتونیم قوانین رو اینجا نشون بدیم. خب حالا ببینید وقتی که اینجا قوانین رو میبینید به صورت یک لیست متنی اینجا میبینید که خب چی میبینیم اینجا؟ relational records items مساوی با frozen set بعد پرانتز باز پرانتز بسته داخلش یه دونه مجموعه لایس کریم و چیکن و آیتم بعدی مورد بعدی از این لیست ساپورت مساوی با یه عددی. بعد آیتم بعدی این لیست ordered statistics مساوی با ordered statistics. اینجا باید یه ادامه داشته باشه قاعدتا. درسته ordered statistics خودش یه لیسته که به این ترتیبه. اینجا مشخص میکنه یه رولی بوده که بیس یا سمت چپ رول لایت کریمه و سمت راست رول چیکنه. یعنی اونایی که اومدن یک خامه خریدن جوجه هم خریدن. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه معمولاً با اون جوجه یه سس خامه سرو میشه تون منطقه احتمالاً. و بعد کانفیدنس و لیفت. خب بعد همینطور برید جلو میبینید که این الان ریلیشنال ریکورد اول، بعد ریلیشنال ریکورد دوم و بعد ریلیشنال ریکورد حالا هر تعدادی که به دست اومده که بعد ببینیم که سایزش چند تا هست توی این لیست. خب
وقتی که میخوایم قوانین رو گزارش بدیم خیلی خوبه که ما این رو از این حالت متنی در بیاریم و به یه شکل مناسبی گزارش بدیم. خب این کار ما میتونیم با نوشتن یه تابع انجام بدیم، تابع اینسپکت که اون لیست خروجی رو با صورت ورودی میگیره و حالا ببینید چی کار میکنه. اینجا سمت چپ قانون، سمت چپ قوانین، ببینیم فرض کنید که من میخوام یه دیتابیسی رو پر بکنم، یه جدولی رو پر بکنم. میخوام توی این جدول ستون اول همه بیس های قانونی سمت چپ قانون ها باشه، x میدهد y x ها باشه، سمت راست همه اون سمت راستی ها باشه، ساپورت همه ساپورت ها باشه، ستون سوم اون جدولی که دارم گزارش میدم کانفیدنس همه اون لیست باشه و لیفت همه اون لیست باشه. خب پس اینجا سمت چپی ها میشن چی؟ میشن برای هر سطری توی اون ریزالت من، هر سطرمون یکی از این گزارش ها بود دیگه، تاپل ریزالت 2 0 0 و 0. این چیه بچه ها؟ ببینید ریزالت 2 یعنی چی؟ اینجا برگردیم یه دونه ریلیشنال ریکورد رو نگاه کنید. آیتم اولش این قسمت، آیتم دوم منظور آیتم اول با اندیسه 0، آیتم دوم که اندیسش 1 میشه اون ساپورت، آیتم سوم که اندیسش 2 میشه این اوردر استاتیستیکس. درسته؟ به همین ترتیب. خب پس الان آیتم دوم اندیسه 0 و 0ش میشه چی؟ میشه همون این لیسته، این آیتم دوم بود دیگه، میشه این لیسته و در واقع بیسی که ما داریم. درسته؟ اندیسه 0ش. حالا مثلا ساپورت میشه ریزالت 1. چرا؟ چون اینجا 0 آیتم 0 اون لیست و آیتم 1 هر کدوم از این ها یک لیستن دیگه. آیتم 1 یعنی با اندیسه 1ش، آیتم دومش یعنی با اندیسه 1 میشه ساپورت ها و به همین ترتیب میتونید ببینید که کانفیدنس و سمت راست قوانین و لیفت قابل استخراج از اون خروجی هست. خب نهایتا یه دیتا فریمی تشکیل میدیم که ورودی چیه؟ ستونهای ورودی رو ما اینجا باید اضافه کنیم و میتونیم برای ستونهای هدر تعریف کنیم. خب این لیست ستونهای ورودی میشه در واقع همون خروجی که ما از تابع اینسپکت میگیریم. خب پس این از این و نهایتا اینو میتونیم اجرا کنیم و نهایتا به این شکل خروجی ما قابل دیدن. البته اینجا 10 تا قانون بیشتر، ببخشید 9 تا قانون بیشتر استخراج نشده. اگه ما ترشولد رو عوض کنیم قاعدتا تعداد قوانین تغییر میکنه. خب حالا ببینید اینجا قوانینی که ما گزارش کردیم به ترتیب لیفت مرتب نیستن. میتونیم به ترتیب لیفت مرتبش کنیم چون قانونی که لیفت بالاتری داره ارزشمندتره. پس صرفا ما میتونیم اینجا یک مرتب سازی بر اساس لیفت هم انجام بدیم. پس اینجا میتونیم ببینیم که چه قوانینی برای ما مهمتر هستن و خب حالا اون فروشگاه میتونه چیکار کنه؟ میتونه بگه مثلا کسی که این قسمت رو خریده اگه قسمت سمت راستی رو هم بخره بهش تخفیف میدم، یا حالا کراس سلینگ انجام بده یا تبلیغ پیامکی برای افراد بفرسته و به همین ترتیب سیاست‌های دیگه‌ای که میتونه داشته باشه. خب بچه‌ها خسته نباشین. مثل همیشه اگه سوالی دارید میتونید در کامنت ها بنویسید. اگر ابهامی وجود داره بنویسید و خوشحال میشیم اگر استقبال میکنید که ما این ویدیو رو ادامه بدید. حتما ما رو مطلع بکنید. مرسی و خداحافظتون.